به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه نگذرد، خدایی که جان و خرد را به انسان هدیه داد تا با نور معرفت، محبت و حقیقت راه درست را بیابد و از بند جهل و ظلم رهایی یابد. و با درود به شما عزیزان، مهربانان، درود به شما حق جویان. امروز میخوام یکی از بزرگترین دشمنان بشریت را برای شما عزیزان با سند و با مدرک کامل معرفی کنم. قرآن. و میخواهم با شما درباره مهمترین و خطرناکترین اثرات قرآن بر بشریت صحبت کنم، از خشونت و قتل گرفته تا بردهداری، تبعیض و محدود کردن علم و آزادی فکری. این سخنرانی نه برای توهین، بلکه برای آگاهی و پرسشگری است. هر آیه‌هایی که ذکر می‌کنم مستند به متن قرآن است، نه کدام خود ساخته ما. جهان و بشریت دو دشمن دارند، یکی قرآن است که از 1400 سال قبل به مسلمان به عرض رسیده و دیگری نادانی است. بله، نادانی است. و نادانی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ از قرآن که قرآن علم و پیشرفت را ممنوع کرده است. به این خاطر میریم به سراغ خود قرآن. منظور همون قرآنی که شما ایمان دارید و اکنون هم به خانه شماست. توبه 29. قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. با اهل کتاب بجنگید تا جزیه بدهند و خوار شوند. بله، این شیرین زبونی های الله است که میگوید با اهل کتاب بجنگید. قرآن با لحن هشدار دهنده‌اش مخالفت خود را با ارزش‌های انسانی مثل دانش، آزادی و قدرت تفکر مستقل را آشکارا ممنوع کرده است. ممنوع است. عزیزان، ممنوع. فکر نکنید، نیاموزید. نپرسید که چرا الله به گفته خودش خود را به عالم بالا محکم گرفته که نیفتد، و اگر بگید که عالم بالا جاذبه نداره که بیفتد و نیازی نیست که خود را محکم بگیره که کافر میشد، باید کشته شوید. احکام خشک و محدود کننده قرآن کاری کرد که گذشتگان ما نسل در نسل در تاریکی جهل و بیسوادی بمانند. وقتی به عکس پدر بزرگم نگاه می کنم، انگار تصویر یک انسان اولیه از دل تاریخ زنده می شود. انسانی که نه تقصیر خودش، بلکه به خاطر زنجیرهای فکری و دستوراتی که نامش را آسمانی گذاشتند، از حق دانستن و پیشرفت محروم شده بود. بله، مقصر اصلی کیست؟ همین قرآن که به جای روشن کردن راه، چراغ عقل را خاموش کرد. و امروز هم شاهزاده‌الله عبدالله آخندزاده و دیگر طالبان با چنگ زدن به قرآنی که نسل به نسل مانند یک میراث شوم بین خودشان دست به دست شده، مسیر تحصیل، آزادی و پیشرفت مردم ما را بیرحمانه بریدند. آنها با استفاده از همان کتابی که قرنها پیش عقل و اندیشه را در زنجیر کشید، بر دروازه‌های مدارس قفل زدند، دانشگاه‌ها را خاموش کردند و بر رویاهای یک ملت خاک پاشیدند. افغانستان را به جهنمی سوزان تبدیل کردند، جایی که فقر همچون سیلی ویرانگر خانه‌ها و خانواده‌ها را با خود میبرد و بدبختی مانند سایه‌های سنگین بر سر هر کوچه و بازار افتاده است. امروز در این سرزمین، کودکی که باید با کتاب و قلم بزرگ شود، با ترس و جهل بزرگ می شود. جوانی که باید با امید و دانش آینده‌اش را بسازد، با ناامیدی و بی‌سرنوشتی روزگارش را می‌گذراند. این سرنوشت تلخ حاصل حاکمیت کسانی است که دین را به ارث بردند، نه کشف کسانی که به جای آبادی، ویرانی آوردند و به جای نور، تاریکی را حاکم کردند. و تا زمانی که این زنجیر از پای مردم ما باز نشود، جهنم افغانستان شلهورتر خواهد شد. و شما ای وطنداران، آگاه باشید که شما نیز در گناه بزرگ شاهزاده‌الله عبدالله آخندزاده شریک هستید. تا زمانی که از دینی که با هیچ اندیشه و پرسشی از نیاکان به ارث برده چیزی ندانید، همچنان بردهی فکری و اسیر زنجیر جهل خواهید ماند. این جهل نه تنها شما را، بلکه نسل‌های آینده را نیز در آتش خود خواهد سوزاند. بدونید که جهل دینی همچون زهر آرام است، آرام آرام ریشه‌های خرد و آزادی را می‌خشکاند، امید و رویا را می‌کشد و از شما ابزار دست همون ستمگرانی می‌سازد که خون ملت را می‌کنه. هر بار که چشم بر حقیقت می‌بندید و پرسشی نمی‌کنید، آتش ظلم را شلهورتر می‌کنید. و با این دلیل شما نیز شریک گناه‌های شاهزاده الله هیبت الله آخندزاده هستید. اما حقیقت این است که جدایی از عقل و خرد نه تنها انسان را از رشد باز می‌دارد، بلکه او را در اسارت خرافات و ترس‌های بی‌پایه نگه می‌دارد.
همانطور که شما مسلمانان را از 1400 سال پیش نگه داشته است. شما باید دوست و دشمن خود را بشناسید تا به جایگاهی که لایقش هستید برسید. اگر قرآن را بیواسطه به زبان خودتون بخوانید و بدون ترس آن را تجزیه و تحلیل کنید، پرده ها کنار می رود و خواهید دید بزرگترین دشمن آزادی، پیشرفت و آرامش شما همون جایی پنهان شده که سالها فکر می کردید مقدس است. بریم سراغ ترویج خشونت و جنگ مذهبی که از قرآن به ارث رسیده. آیه قرآن در توبه 5 میگوید: فضا انسلخ لا شر لحرم و فقتلوا لمشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و قدوا لهم کل مرصد فن تابوا واقاموا لسلو و اتوا لزکو فخلوا سبیلهم من لله غفور رحیم. هر جا مشرکان را یافتید بکشید، بگیرید و محاصره کنید. آیهایی که به آن میگویند آیه شمشیر میگوید مشرکان را هر کجا یافتید بکشید، بگیرید، محاصره کنید. یعنی آزادی عقیده. هیچ. یعنی آزادی اندیشه. صفر. همین آیه قرنهاست بهانه اصلی خشونت مذهبی است. همین آیه امروز افغانستان را در خون غرق کرده. ببینید طالبان چه میکنند. با استناد به این آیه قرآن دختران را از مکتب محروم میکنند. با استناد به این آیه جوانان روشنفکر را میکشند یا فراری میدهند. با استناد به این آیه ارتداد را جرم می‌دانند و برای اندیشه آزاد حکم مرگ صادر می‌کنند. در هرات، در قندهار، در کابل. چقدر انسان ناپدید شد. چقدر مادر فرزندش را بی صدا به خاک سپرد. بلاالدین با استناد به این آیه کشور ما را خراب کرد. داعش با استناد به این آیه کشور ما را خراب کرد. بشار اسد با استناد با این آیه حادثه 7 اکتبر را رقم زد و صدها نفر بیگناه را کشت. و این از 1400 سال قبل توسط پیغمبران اسلام شروع و تا به حال ادامه دارد. همش به نام همین دین ارسی. آیا این کلام شیطان است یا کدام خدا؟ جوابش را باید عقل و انسانیت بدهد. نه ارس. برادر و خواهرم. تا زمانی که کورکورانه از این کتاب پیروی کنید. تا زمانی که نپرسید چرا. شماها هم شریک جنایت هستید. پس این سن نشون میدهد که عامل اصلی که این همه نفر در افغانستان کشته شده قرآن است. این سن نشون میدهد که عامل اصلی فقر در افغانستان قرآن است. این سن نشون میدهد که عامل اصلی تمام ظلم‌هایی که در افغانستان در طول تاریخ شده قرآن است. نه انگلیس. نه آمریکا. بلکه همون قرآنی که به شماها به ارث رسیده. بریم سرب. آیه بقره 191 نیز میگوید: وقتلوهم حیث سقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوکم ولفتن اشد من لقتل ولن تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی فن قتلوکم فقتلوهم کذلک جزاء الکافرین. و کافران را هر کجا یافتید بکشید. این یک جمله کوتاه است، اما در دلش قرنها خون و ویرانی نهفته است. دستوری که نه به عدالت میاندیشد و نه به رحمت، بلکه تنها به حذف کسانی که دروغ‌های قرآن را نمیتوانند باور کنند. نتیجه این آیات چه بوده و است؟ قرنها جنگ، نسل کشی، قتل عام و به آتش کشیدن تمدن‌ها. به تاریخ نگاه کنید. وقتی اعراب با پرچم همین آیات به ایران، شام و مصر تاختند، نه تنها هزاران انسان را کشتند، بلکه زبانها، فرهنگها و دانش بومی را هم نابود کردند. کتابخانه‌ها سوخت و جای آن جهل مذهبی نشست. و امروز این آیات هنوز نفس می‌کشند. هنوز طالبان با همین آیه و آیات مشابه خون مردم افغانستان را می‌ریزند. داعش با همین کلمات در مساجد و بازارها انفجار انجام می‌دهد. گروه‌های افراطی مخالف فکری را کافر می‌نامند و حکم مرگش را از طرف خدا صادر می‌کنند. این زنجیره خشونت از قرن هفتم تا امروز همچنان ادامه دارد. از شمشیرهای عربی که بر گردن ایرانیان و رومیان فرود آمد تا بمب‌های دستساز طالبان در کوچه‌های کابل و قندهار. آیهایی که می‌توانست اگر از طرف خدا می‌بود پیام صلح بدهد، به جای آن بذر نفرت و خونریزی را کاشت. و تا زمانی که این آیات بدون نقد و پرسش در ذهن مردم مقدس شمرده شوند، این چرخه مرگ پایان نخواهد داشت. بریم سراغ آیات دیگر قرآن ارسی شما. آیه 24 سوره نساء، بخش مرتبط با زنان اسیر جنگی.
والمحصنات من الانصار الله ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم واحل لکم ما وراء ذلک من تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم بمنهن فاتوهن اجورهن فریضا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بمن بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما. و زنان شوهردار جز آن که مالکشان شوید و آنچه به مالکیت شما درآید برای شما حلال است. آیه 6 سوره مومنون بخش مرتبط با زنان اسیر برده. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فنهم غیر ملومین. ترجمه تقریبی: و کسانی که فروج خود را نگه می‌دارند مگر نسبت به همسرانشان یا کسانی که مالک آنها شده‌اند پس آنان ملامت نمی‌شوند. اینها به چه معناست؟ تجاوز قانونی و بردهداری جنسی. آیات قرآن مثل نساء 24 و مومنون 6 به صراحت مشروعیت می‌دهند که زنان اسیر حتی اگر متأهل باشند به مالکیت مردان درآیند. به عبارت دیگر این آیات قانونی می‌سازند برای چیزی که امروز به نام تجاوز قانونی و بردهداری جنسی شناخته می‌شود. این دستورات نه فقط ظلم را توجیه می‌کنند بلکه آن را به حق الهی تبدیل می‌کنند. زنانی که هیچ قدرت انتخابی ندارند جسم و جانشان ابزار تحقق و دستورات مذهبی می شود. مثالهای واقعی: زنان ایزدی که توسط داعش در عراق و سوریه به بردگی گرفته شدند، شکنجه و تجاوز شدند، تنها به جرم اینکه به دین آنها اعتقاد نداشتند. در افغانستان، گروه‌های افراطی و طالبان در سالهای اخیر دختران و زنان را از مدرسه محروم کرده، آنها را مجبور به ازدواج‌های اجباری و ازدواج با فرماندهان مسلح کردند. در تاریخ، وقتی اعراب به ایران و شام حمله کردند، زنان اسیر جنگی به بردگی گرفته شدند و نسل‌ها تحت ظلم و